سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کفش شیخ. بچه‌ها امروز یه آنباکسینگ خفن دارم. صبح که پا شدم یه دونه مسیج واسم اومد که پاکتم اومده. یه کفش خیلی خیلی خوشگله و قراره واسهتون آنباکسینگ کنم و راجعش صحبت کنم. بریم با هم باشیم. بچه‌ها این کفشی که قراره راجعش صحبت کنم اسمش ایرفورس وان امامانیره. بعد این کفش رو من خیلی وقت بود دنبالش بودم که چند روز پیش تو سایت خود امامانیر ریلیز شد. بعد اینکه خیلی خوشگله، اصلا کلی ذوق دارم که پاکیجشو باز کنم ببینم تو چجوریه. اینجا هم لاکر روممونه که پاکت ها رو اینا رو میذارن اینجا. بعد بگو ببینم چی داریم اینجا. این هم باکس منه، کلی براش ذوق دارم. بچه برای این کار یه دونه کاتر لازمه که اینو بازش کنیم. من عاشق این صدام. فکر می‌کنم باکسش بزرگتر باشه. چه جعبه‌ای خاصی داره، خیلی خاص باز شد. این آرم کانورس اینجا با نایک و جردن. اگه بدونین نایک اومد، کانورس هم خریده. تمام لوگوی امامانیر هم باشه. بعد نمیدونم این داست بگه یا چیه، ولی کلا امامانیر همیشه هر جایی که مثلا با هر برندی که کار میکنه اونو خیلی پریمیوم میزنه، خیلی با کیفیت و خاص. درش دیدیم اینجوری باز شد دیگه. واو چقدر خوشگله. چه کیفیت خاصی داره. اینجاش یه حالت توسی طوریه. بعد دوتا لوگو روی هم دوخته شده. بعد به جای آرم ایرفورس اینجا نوشته امامانیر. بعد مثل همیشه امامانیر توشو با یه کیفیت خاصی درست میکنه و توش طرح میده. اگه کفشای دیگه‌ش هم نگاه کنین همیشه همینطوری توش یه دونه مثلا یه دنیای دیگه که توش همش کلی لوگوی امامانیر نوشته شده. اینجاش دوباره یه ایه، اینجاش نوشته ایر، ولی این برش امامانیر نوشته. بعد کلا کیفیت چرمش خیلی خوبه، عالیه. پشتش هم دوباره یه ایه دیگه نوشته. کیفیت کف کفشش فوق‌العاده است. اصلا یه حالت لاستیکی خاصیه. کلا امامانیر من عاشقشم برای اینکه واقعا کیفیتش خیلی بالاتره. این قیمت اصلی $150 بود، ولی همونجوری که میدونید توی آمریکا مالیات میگیرن، بعد قیمت یکم میاد بالاتر. خود سایت امامانیر خریدم، ولی اینکه خود نایک هم اینو ریلیز کرد چند روز بعد تقریبا سولدات شد، کلا فروش رفتش. برای همین امیدوارم که قیمتش بیاد بالاتر مثل خیلی از کفشای دیگه، ولی کاملا یهو سولدات نشد، یکم طول کشید. ولی یه چند تا سایزش هنوز وجود داره. خیلی میگم واقعا کیفیت فوق‌العاده‌ای داره این کفش. چقدر بهش فکر شده، کار شده، که معمولا این چیزایی که میذارن توی کفش برای اینکه شیپش و حالتش رو نگه داره رو همه رو مقوایی میزنن، ولی این ببینید واقعا کار شده، پلاستیکی زده، پلاستیک فوق‌العاده جنس خوب. مثلا چرمش کاملا معلومه که خیلی چرم کار شده و خوبیه.
کاغذی که توش بود من میندازم دور و اینو توی خود همین پارچه نگه میدارم. بچه درشو که میبندیم توی تق کلیک صدا میکنم. ببین چقدر کار شده روی کفش. این معمولا سایز زنونه میزنه یعنی مثلا اگه من خودم سایز 9 مردونم ولی مثلا باید 10.5 بگیرم که سایزم بشه. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 خب بچه‌ها مرسی که تا الان همراه من بودین. لایک و کامنت یادتون نره. حتما نظراتتون رو به من بگین. چی دوست دارین چی دوست ندارین که من واسهتون انجام بدم. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.